داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان شفای مرد دیو زده و جنین زاگ که بیمار از توسط عیسی. یک روز عیسی و شاگردی شدریاچه تهاک و قایقی به دریای آ طرفا به سرزمین جدریه شدند. وقتی آوان به آ طرف دریاچه و رسند، شخصی که روح پلید گرفتارد به عیسی طرفا جست. آ شخص به قدری قویت که هیچ کس نتوانست آی را کنترل کرد. بارها آی را به زنجیر کشتند، اما آ زنجیر را ندرتد. آ مردین ساگ به کبرانی وسط که آ منطقه تاحت زندگی کرد. آ نره و کشت و پوچی به وطی گرا نداشت و بس را به تیزین سنگان جت و بس را زخمی کرد. وقتی که عیسی آیی شد به رایی روبرو و بس را به هاکانی سرا پریند. عیسی به آ یوا دستور داد شه مردین زاگا تها در به. آ مردین زاگا که دیو جتد توی فریادی کشت و گشت ای عیسی، ای فرزند خدای متعال، پچی به ام سراغ یاتگه ترا به خدا نه عذاب مده. عیسی شد یوا پرسید کی نام کند؟ آ جواب داد نی نام لشکرند، چون اما بازینی هستند که بری مرد وجودشو تگن. لشکر گروه شامل 4000 سرباز به روم ارتشه هست. آدیف عیسی خواهش کرد اما رشه منطقه و خارج بکن. اتفاقا رمگ شهوکان به بلندی سرا به دریاچه کنه که هد. ارواح ناپاک به عیسی التماسش کرد و گشتش اما را به هوکانی داخل دیمده. عیسی فرمان داد برید. آوان گرد شا مردین زاگه تها خارج بودند و داخل هوکان شدند. تمام توی رمگ شدکه شیوگی به دریاچه تها ریتند و خفه بودند. رمگ حدود 2000 هوک داشت. هوکچارینن که شا رمگ مراقبتش کرد. وقتی اتفاقا ندیستش به اطراف دهان جستند و به هر جایی که سر بودند به مردمن گرد ماجرا و تعریفش کرد. طولی نکشید که باز این مردم یاد و دیو جتگ مردا را دیستش که آرام نشته بچ پوشته و کاملا عاقل بودند. مردمن باز ترسید و عیسی لوتتش کشادن رود. عیسی هم به قایق طرفش برگشت تا آدنه ترکند. ولی مرد که پیشتر دیوی اسیر هتد عیسی خواهش کرد تا آیره هم به وطی همراه برد. اما عیسی برایی گشت به وطی گسا برگرد و به وطی کوما و آشناین گشت که خدا پته چه کاری کرده و چون آی لطف تی شامل حال بوده. بنا پریشی مردین زاگ به شهرها شد و هر کی را که دیست گشت که چون عیسی آیره شفا داده و هر کی یشه را اشکت شکف زده بود. عیسی به طرف دریاچه و برگشت. بعد که به آدن رست باز این جمعیتش مردمن آیی دورا جمع بودند و به رایی فشارش آورد. به جمعیت وسط جنین زاگی هتد که مدت 12 سالت شخون ریزی مریضی رنج کشید. آوتی گرد دارایی یا صرف یه وطی درمان کردد، اما هیچ پزشکی نتوانستد آی را درمان کند و بدتر هم بودد. آیی اشکتد که عیسی مریضنا شفا ودند و گوت زمزمه و کرد اطمینان دارین که اگر فقط نیدست عیسی پوچان لمس کند من هم شفا و گندین. وسرش مردمانی وسط به عیسی پشتا رسند و آیی ردا و لمس کرد. به محض که آیی عیسی پوچا لمس کرد آیی خونریزی قطع بود. عیسی فوراً متوجه بود که نیروی شایی وجود خارج بوده. بنا پریشی به اطراف اصل کرد و پرسید چه کسی امنی پوچا را لمس کرد؟ شاگردم پاسخش داد شما و گندید که شهر طرف به شما فشار کارند. پچه و پرسید که چه کسی به شما دست جته؟ جنین زاگ و ترسته که گو احترامت به عیسی مقابل زانو جد. برایی گوشت که چه کرتت و شفا گفته. عیسی برایی گوشتی ایمان ترا شفا داد. به سلامتی بره. داستانی برگرفته کتاب مقدس انجیل متی فصل 8 آیات 28 تا 34، انجیل مرقس فصل 5 آیات 1 تا 20، انجیل لوقا فصل 8 آیات 26 تا 39.